سریع نیست. حداکثر سرعت آن فقط 95 صدم ماخ است، اما نکته اینجاست. لازم نیست سریع باشد چون هرگز آن را نخواهید دید. این بمب افکن روح بیتوست. تنها بمب افکن پنهانکار واقعی در جهان. طول بالهای آن 172 فوت است. تقریبا نیمی از طول یک زمین فوتبال. حداکثر وزن بلند شدن بیش از 370,000 پوند. می تواند 7000 مایل را بدون توقف پرواز کند و با فقط یک سوختگیری مجدد می تواند به 1200 مایل برسد. می تواند به معنای واقعی کلمه از نصف سیاره عبور کند، اما چیزی که آن را ترسان می کند پنهانکاری است. پنهانکاری. امضای راداریان فقط 3.5 فوت مربع است. روی رادار شبیه یک پرنده کوچک به نظر می رسد. از 4 موتور توربوفن استفاده می کند. هر کدام 19,000 پوند رانش تولید می کند. اما ورودی های هوا در پشت قرار دارند. اگزوز در داخل بدن پنهان شده است. طراحی شده برای کاهش گرما و صدا. مصرف سوخت دیوانه‌وار حدود 4200 گالن در ساعت می‌سوزاند. در یک مأموریت فقط سوخت آن می‌تواند 2.7 میلیون دلار هزینه داشته باشد. سلاح‌هایش کاملاً پنهان. می‌تواند تا 40,000 پوند حمل کند، از موشک‌های کروز گرفته تا بمب‌های سنگین و سلاح‌های گوشه‌ای. این گرانترین شبح نیروی هوایی است. می‌تواند درست از کنارتان پرواز کند و شما هرگز متوجه حضورش نخواهید شد.